بینندگان ارجمند سلام. این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که با اتفاق همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. امروز سه‌شنبه 20 آگوست است و خبر و گزارش ها از رویدادهای تاجیکستان و جهان زیاد است. حالا با موضوعهای چند از آنها شناس شوید. شرکت در جنگ اوکراین یا بازداشت و اخراج از روسیه، بازداشت‌های بی‌رحمانه مهاجران در ریت‌های سراسر روسیه ادامه دارند. 3 ماه گذشت ولی هیچ کمکی نشد. یک ساکنی دهه آفت زده کوچه‌باغ میگوید در روی گلیم حولیش شب را روز میکند. در نمی جشتگیم همه قمیگم شما که دل جگر من سوخت رفته و رفته و دختر چی کدای نمیتونم یگون کس به داد من نمیرسه. آوازخوان منیژه سنگین که برای مخالفتش به جنگ اوکراین و محافظت از مهاجران در روی خط سیاه روسیه است، از تاجیکستان با تحفه ها برگشت. هر جنگ تمام می شود. هر جنگ انتها دارد، زیرا من این را در وطنم در تاجیکستان از سر گذراندم. در مسکو کارمندان کمیته تفتیشات و وزارت کارهای داخلی رید گذرانیده مهاجران کوریه را که شهروندی روسیه را دارند به قید حربی گرفتند. رید 18 آگوست در автовокзال نزدیکی متروی شولکوفسکای در یک انبار میوه و سبزیجات و در مهمانخانه های شرق مسکو برپا شد. از این پیش عین چنین ریدها در شهرهای سیرپوخف و چیخف ولایت مسکو گذشت. آنجا 10 مهاجر را قید کردند، ثبت کردند که در قید کمیسریات حربی نبودند. عین چنین ریدها در دیگر منطقه های روسیه هم برپا شد. روز 31 ایول دومای دولتی قانون درباره قید حتمی حربی بعد قبول شهروندی روسیه را تصویب کرد. این و دیگر قانون هایی که اخیراً ضد مهاجران یا کارگران خارجی قبول می شوند با مقصد به جنگ ضد اوکراین بردن سربازی بیشتر کرده می شود. و یک حادثه دیگری مانند به رید در شهر سنت پتربورگ، در این شهر که آن را پایتخت شمالی روسیه هم مینامند، نوار بازداشت یک مهاجر نورس و شیوه مناسبت به او شبکه‌های اجتماعی را تکان داد. جزئیات در گزارش شهلا گلخواجه. در شهر سنت پتربورگ رید پلیس در یک جایگی با اعضای سازمان روسکای ابشینه یا خود جماعت روسی برپا شد که در آن به گفته مؤلفان نقطه‌های تجارتی غیرقانونی محو کرده شدند. در نواری که روسکای ابشینه نشر کرده است، بحث مهاجر با مسئولان رید دیده می شود. دستانت را از کیسه برآر. شما هم دستانتان را از جیبتان برآرید. من با شما همین گونه صحبت می‌کنم. کارمند پلیس چگونه ایستادن را خودش حل می‌کند؟ الیا تو عموما کاردار نشو. الیا نگو. این تو کاردار شده ایستاده‌ای. کی هستی؟ چرا با من یاد می‌دهی؟ در سازمان روسکای ابشینه گفتند که حادثه در کوچه بولشویک‌ها روی داده است. در نوار عضو سازمان با تحقیر به مهاجر میگوید جواری مکه را که در دست دارید در بازداشتگاه لازم می شود. شرکت کنندگان بحث در رفت صحبت تاکید می کنند که این مهاجر نابالغ است. اما مؤلف نوار میگوید افراد مثل او آدمان را میکشند و مواد مخدر میفروشند. در انتهای نوار نشان داده شده است که چگونه نیروهای امنیتی بی‌رحمانه مهاجر را بازداشت میکنند. سازمان روسکای ابشینه جزئیات بازداشت را نشر نکرده است. در اداره پلیس سنت پتربورگ نیز درباره این بازداشت معلومات نشر نشده است. از سیل خرابی آوری که دهه کوچه‌باغ ناحیه واسه را پخش کرد 3 ماه گذشت و با گذشت وقت یک جبر دیده این آفت طبیعی تا رفت بیشتر ناامید می شود. فاطمه رحمانова 3 ماه شد شب را در روی قالی حولیش روز می کند و می گوید خانه‌اش در آستانه زمستان باید هرچه زودتر برقرار شود. محمود جان رحمتزاده از دهه کوچه‌باغ واسه گزارش می دهد. اپای فاطمه می گوید هر بار نگاهش به این دیوار افتد جگرش خون می شود. او روزی نیست باری به این خانه ندارد و فکری بازسازی آن را نکند، اما توانی بازسازی آن را ندارد. از همین سبب نگاه میکند و میرود. به خانه دیگرش جرأتی وارد شدن را ندارد. سقف خانه فرو رفته مکان زیستش را کاملا از بین برده است. اینها پیامد سیل ماهی می هستند. شکایتشون است که مقامات تا حال به کمکش نرسیده است. درد و درد هم جای استخوامتون نرسه. یارا یاردم نمیتن تماما نکه. اما جای چی من گفتم یاردم بتن که سرم پناه کنم. جا ندارم که سرم پناه کنم. در نمی جشتگیم همه قمیگم شما که دل جگر من سوخت رفته و رفته و دختر
چی کدای نمیتونم یگون کس به دود من نمیرسه. از روز سیل جای زیستش در این گرمای سال بالای همین گلمی روی حولی است. او میگوید که دیگر جای رفتن ندارد و مجبور است که زندگی را همینجا گذراند. آن سیل ضررآور همه دار و نداری اپای فاطمه را به هم زده است. سیل در جای نجای استخوان چپا کرد. یا میده تخته پخته بچه کن خرید او تخته را برد خیلی هم سویانی میشه خفیده نمیشه برد. این همی چهارمغ 1,500 ما سودا میکرد. نه چهارمغ سوزان زرد کرد. خانه اگرات همه را جزیر کرد. این همی خاکی هم سیل استودگی. فاطمه رحیمова بیشتر در فکر آن است که با آمدن فصل سرما چه خواهد کرد. آیا سرپناهی خواهد یافت؟ بام خانه در حال فرو رفت که به این مکان مهمه سیل آمده بود. او میگوید از آن وقت تا کنون 10 مرتبه به مقامات مراجعت کرد که یگانه سرپناهی که او داشت تعمیر کنند. به خانم فاطمه همچنین ضرر دیده 800 سومانی و آرد و روغن داده اند. دیگر با همین کسی تا حال به سراغش نآمده است. همین بود که او برای عرض به پیش رئیس ناحیه رفت. با گفته او رئیس برای کمک دستور داد ولی اجرا نشد. در حکومت ناحیه واسه گفتند که به آسیب دیده های سیل کمک کردند. ما خانه یادانو سرپویزه را با دستگیری تشکیلات منصور نقشه کردیم. تحقیقچیشه خب شغال پر میکنن علاقه 20,000 دلار خیشتی تمام از سوی مقامات بوده یادگان کردیم. خونه دیگه شام یقین تو سیمنت و دیگه وغیره یادگان کردیم. سیل مهمه به دهه کوچباغ 1 خانه رو کولن و 4 خانه دیگر رو اساساً آسیب رساند. در مجموع 138 خانه ضرر دید. رئیس ناحیه گفت که تا حال آنها زیان سیل را برطرف دارند. فاطمه رحیمова نمیداند که کی نوبت خانه او میرسد. محمود جان احمدزاده، آزادی، ناحیه واسه. یک سازمان معتبر از حکومت تاجیکستان خواسته است که طلبات نو را درباره لباس بیگانه در کشور بکار کند. اظهارات سازمان همکاری بین المللی برای حقوق بشر دیروز نشر شد. تبلیغ لباس ملی و مبارزه با لباس بیگانه در تاجیکستان در ماه ایون در پی قبول قانون نوی تنظیم جشن و مراسم اوج گرفت. همکاری ما کیمر سیاتا متن اظهارات این سازمان بین المللی را دیده است و حالا با ما در استودیو است. کیمر سلام، نگرانی حامیان حقوق چی بوده است؟ سلام به شما خیرامان و بیننده های عزیز. سازمان همکاری بین المللی برای حقوق بشر محدودیت را در طرز لباسپوشی در تاجیکستان تنقید کرده و آن را خلاف معیارهای جهانی حقوق انسان از جمله حقوق به آزادی بیان و آزادی پیروی از دین دانسته است. مؤلفان اظهارات میگویند که بر اساس قانونهای بین المللی که تاجیکستان هم آنها را پذیرفته است، هر کس حق دارد آزادانه انتخاب کند که چی بپوشد یا که چی نپوشد. مسئولان این سازمان در ادامه میگویند برعکس دولت‌ها وظیفه‌دار هستند که حقوق هر شخص را به آزادی بیان، اعتقاد یا هویت احترام گذارند، محافظت کنند و کفالت بدهند. یعنی به گفته آنها دلایل مذهبی یا دلایل فرهنگی را نمیتوان برای محدود ساختن کسان استفاده کرد که میخواهند به طرز دیگر لباس بپوشند. و در همین جا باید بگویم که خیرامان لباس بیگانه در تاجیکستان شرح یگانه ندارد، اما مقامات در آستانه و پس از قبول قانون نو بیشتر پوشش اسلامی را به مثل حجاب و چادر سیاه زنان هدف قرار داده بودند. شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان هم از زنان و دختران خواسته است که لباسی به گفته آنها تنگ و سیاه و حریر نپوشند. برای رعایت نکردن آن از جریمه های هنگفت تا 3 سال زندان تعیین شده است. این اولین واکنش جهانی به تصمیم تاجیکستان است یا از این پیش هم اظهارات صدا داده است؟ و کیمر یک سوال دیگر، و مقامات تاجیکستان در این زمینه چی شرح دادند تا حال؟ این واکنش اولی جهانی به تصمیم تاجیکستان نیست. پیش از این اتحاد جهانی علمای اسلام، شورای روابط آمریکا و اسلام و کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی های دینی نیز قرار تاجیکستان را در مورد لباس بیگانه تنقید کرده بودند و این واکنش ها زمانی بیشتر شد که ویدیوی سنجش زنان حجابدار در درآمدگاه بعضی از بیمارستان ها و صحبت و کارهای به اصطلاح فهمانده دهی با زنان چادرپوش در کوچه های تاجیکستان نشر و پخش شد. به نظر می رسد
همین واکنش‌ها مقامات تاجیکستان را مجبور کردند که هفته پیش با شرکت دیپلمات‌های خارجی و خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی در دوشنبه نشست برگزار کنند و این واکنش‌ها را اغوا‌انگیز نامند. مثلا فاروق شریفزاده معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در همین نشست گفت که هدف آنها از قبول قانون حفظ ارزش‌های ملی و پیشگیری از افراط‌گرایی است. بعد از این به نظر می‌رسد شدت مبارزه با لباس بیگانه در تاجیکستان یک کمی پایین شده، ولی تبلیغ لباس ملی در محفل و رسانه‌های دولتی همان با سرعت جریان دارد. تشکر کوی مرسیاتو. اظهارات اخیر سازمان همکاری بین المللی برای حقوق بشر را درباره مبارزه با به اصطلاح لباس بیگانه در تاجیکستان خلاصه کرد. منیژه سنگین آوازخوان تاجیک تباره که شهرونده روسیه را دارد اخیراً با یک سفر پرباری از تاجیکستان برگشت و در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که زیارت زادگاهش هم در ایجادیات و هم به حیات شخصی او نوآوری‌های زیادی آورد. منیژه که برای مخالفتش با جنگ روسیه در اوکراین مجبور به زندگی در خارج شده بود، حالا دیگر باره به روسیه برگشته است. شادمانی یتیم موضوع را ادامه می‌دهد. منیژه سنگین آوازخوان تاجیک شهروند روسیه اخیراً آهنگ نوش را با نام سلاح نشر کرد. این ترانه به انگلیسی اجرا شده است. او میگوید سرود را 10 سال پیش نوشته بود، اما ثبتش به تازگی و در تاجیکستان انجام شده است. ایده اساسی ایجاد سرود بود که برای صلح در اوکراین مساعدت کند. صلح در روسیه، صلح در اسرائیل، صلح در فلسطین. سرچشمه الهام همین صلح است. منیژه از زادگاهش نه تنها با ثبت سرود نو بلکه با یک خوشخبر دیگر برگشته است. او چشم به راه فرزند دومش است که به گفته آوازخوان به زندگیش نفس و معنی دیگر بخشیده است. من از تاجیکستان حامله‌دار برگشتم. در بطنم دخترچه دارم. خیلی در هیجان هستم. این یک مرحله زیبا بود و من حالا باید تصمیم بگیرم که برای دخترم چی آینده رو میخواهم نشان بدهم. برای همین من این ترانه رو در کوههای تاجیکستان ثبت کردم. این آوازخوان تاجیک شهروند روسیه به مثل اکثر دیگر هنرمندان روس برای مخالفت با جنگ اوکراین در فهرست سیاه جای گرفته، از تشکیل کنسرت و شرکت در آزمون موسیقی این کشور محروم گشت. او مجبور شده بود به خارج برود. سال جاری منیژه برای پشتیبانیش از مهاجران تاجیک بعد حمله کراکوس مورد حمله اینترنتی، مسدود کنی صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی و تحقیر و توهین قرار گرفت. حالا او باز به روسیه برگشته است. من دیگر نمی ترسم، زیرا به موقع خود باوری دارم. من به کارم، به آن چیزی که می بینم باوری دارم و من می دانم که هر جنگ تمام می شود. هر جنگ انتها دارد، زیرا من این را در وطنم در تاجیکستان از سر گذراندم. این یک بخش خیلی تاریک زمان ماست، اما من باور دارم که روز این مسئله را حل می کنیم. من به این امید دارم. منیژه در خردسالی با عائله‌اش در روسیه مهاجر شد و سال 2020 سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد در امور پناهندگان انتخاب گردید. او شرکت‌دار آزمون بانفوذ موسیقی یورویژن از روسیه در سال 2021 بود. او آرزو دارد روز باز در صحنه بزرگ هنرنمایی خواهد کرد. و یک خبر دیگر، روسیه بیش از 30 نماینده بریتانیا را تحریم کرد که در بین آنها رهبر بنیاد آقاخان شاهزاده کریم آقاخان و 4 نماینده دیگری این بنیاد نیز هستند. در اظهارات وزارت کارهای خارجه روسیه که روز 19 آگوست پخش شد آمده است مسکو ضد چندین سازمان تحلیلی و ساختارهای دولتی و غیر دولتی بریتانیا تحریم جاری میکند، چون بریتانیا با گفته‌اش سیاست تند ضد روسیه را پیش میبرد. بنابراین تحریم کارمندان بنیاد آقاخان از حق سفر به روسیه محروم شدند. بینندگان ارجمند، برنامه ما در همینجا به آخر میرسد. سپاس که با ما بودید. خبر و گزارش‌های از این بیشتر را همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صحیفه‌های رادیوی آزادی در
فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک توک و یوتیوب دسترس کنید. بر رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه‌های تاجیکستان را فراموش نکنید. خدا نگهبان.